های شیعه امروز صحبت میکنم بنده و به حوزه های قوم صحبت میکنم و به مسئولین امر صحبت دارم، اینه که به هر حال ما را هم تحمل کنید و شما بدانید که ما اهل سنتیم و اهل سنت یک واقعیتی توی ایران هستن، اما طور شیعه اینجا یک واقعیتی. ما کاملا شیعه را درک میکنیم، میدانیم و احساس میکنیم اخوت و برادری اونها را و هرگز راضی نیستیم که یک ذره از حق شیعه ما ضایع بکنیم. ما با شیعه رفیقیم و رفاقت داریم و با بسیار برادران شیعه که هم لحاظ تفکرات ما با اونا نزدیکیم، مخصوصا تفکرات سیاسی ما با اونا نزدیکیم، اجتماعی با اونا نزدیکیم و ما حرمت قائلیم برای برادران شیعهمون و همچنان ما حق قائلیم برای دولت، برای رهبر معظم انقلاب حق قائل هستیم و من همین حالا این مطلب را میگم که اگر امروز دولت اعلام بکنه و رهبر معظم انقلاب اعلام بکنه و عرض کنم که نیروهای مسلح اعلام بکنن که ما نیاز داریم به کمک، ما وسایل خانهمون را حاضریم تقسیم بکنیم با اونها. زمین نیاز داشته باشم ما زمین در اختیارشون بگذاریم، پول نیاز داشته باشم ما همون چیزی که داریم همون حاضریم جامعه اهل سنت تقسیم بکنه. ما در جبهه غرب دفاع کردیم و کشته شدیم و آینده هم هر کسی حمله بکنه بر یک کشور حاضریم در مقابلش ایستادگی بکنیم. اما مسئولین امر باید بدانند، هم دولت بدانه و هم حوزه های علمیه و علما بدانند که ما در بخش مذهب از یک وجب هم عقب نشینی نمی‌کنیم. نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم. و در دست علمای شیعه بدیم. علمای شیعه برادران ما هستند. دولت به هر حال متولی امر ما دنیایمون را همه به دست دولت دادیم، انتخاباتمون را به دست دولت دادیم که به هر حال و بس دانشگاه های ما در دست دولتن، تمام امور ما داخلی و خارجی در دست دولته، ولی همین دنیایی را که ما به دست دولت دادیم ما بسیار جا فریشانیم، بسیار جا شکایت وجود داره. شکایت مردم ایران در رابطه با انتخابات موجودی هنوز، مردم شکایت دارن در رابطه با صحت انتخابات، سخن دارن، حرف دارن. و لحاظا ما چگونه میتوانیم که دینمون را و مذهبمون را در دست شما بدیم؟ ما نمیتونیم اعتماد بکنیم این مسئله را. و لحاظا اخوت ما، شرط اخوت ماست، شرط اخوت ما و برادری ما اینه که بخش مذهبی، حوزه های علمیه، مساجد، شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میپذیریم و عرض به حضور شما مرا هدایت بدم، ما راهنمایی بکنند، فلانجا کج ما راست کنیم، فلانجا فلان ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری. ولی به هر حال ما نمیتونیم که مقدرات مذهبمون را در دست دولت بدیم که ما این همه مشکلات هم ما میگیم ما در مقابل قانون تسلیمیم، ما از دولت اطاعت میکنیم، از ولی امر اطاعت میکنیم، ولی مسائل مذهبی من رو نمیتونی در اختیار شما بگذاری. مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هیچ حکومت ما مذهب من رو نمیتونی. و مرا هم نه از زندان بترسونید، نه از احضار بترسونید، ولی از مرگ ما هراسی داریم.